پدر و مادر زهرا که از 5 روز به این سو در منطقه علاءالدین شهر کابل در خیمه تحسن بصر میبرند میگویند تا زمانی که عاملان قتل دخترش مجازات نشوند جسد او را دفن نخواهند کرد. پدر و مادر زهرا به رادیو آزادی گفتند که دخترشان از سوی خانواده شوهرش سوزانده شده و بعداً در شفاخانه استقلال در شهر کابل جان باخت. خواستم اینه که انتقامی اولاد رو بگیرم، دوم جان ما به خطره. این تا دمی که انتقام ما گرفته نشه یا با چنگال قانون نسپرم محاکمه به کابل نشوه، ما همین از زیر خیمه بیرون نمیشیم و همین جنازه خودم به خاک نمیکنیم. ما یک طفل و همسر ما اینجاییم. پدر زهرا گفت که از چند سال به این سو خشونت علیه زهرا از سوی خانواده شوهرش جریان داشته و آنان بارها این موضوع را با مسئولین ملکی و امنیتی ولایت غور در میان گذاشته است، اما به گفته وی به خواستشان رسیدگی صورت نگرفته است. تازه گل مادر زهرا در حالی که اشک میریخت گفت که دختر باسوادش همواره از سوی خانواده شوهرش لطوکوب و هم مجبور به انجام کارهای شاقه میشد. حکومت صدای من میشنوه، عرض من میشنوه، اگه داد من اگه میشنوه که این همی عرض دارن که خون زرا من حق خورم بمایم، خون زرا رم بمایم، اونایی که هر کس که بکده به جزا خبرست. در این حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که تاکنون 2 تن در پیوند به قتل زهرا بازداشت شده است. زهرا نخستین زنی نیست که در ولایت غور قربانی خشونت ها می شود، بلکه سال گذشته دختری به نام رخشانه نیز در این ولایت توسط مردم در محضر عام سنگسار شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در برخی مناطق این کشور افزایش یافته و حکومت باید برای جلوگیری آن اقدام جدی نماید.